بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، امروز انشاءالله به سوال یکی از دوستان جواب میدهیم. یکی از برادران گرامی سوال کرده، چنین گفتند: السلام علیکم و رحمت الله. استاد گرامی، التماس به همین سوال من جواب دهید. من یک مقدار سوم خود را در یک تاجر دادم و او خرید و فروش میکند و هر خرید و فروشی کردهش در بالای سوم من یک مقدار جمع میشود. آیا این کاری من درست است استاد؟ خب دوستان گرامی، این معامله که این برادر با یک دوست تاجرشان کردند، این را در شریعت اسلامی، در فقه اسلامی مضاربه میگویند و مضاربه با یک چند شرط ها درست است. انشاءالله بیایید مضاربه اصلا خودش چی است و چی شرط ها دارد، با کدام شرط ها مضاربه درست است، آن را با توفیق الله سبحانه و تعالی گفته گذاریم. خب اولا مضاربه خودش چی است؟ مضاربه را در کتاب ها اهل علم میگویند که عقد علی الشریکه بمال من الجانب و بعمل من الجانب الاخر، یعنی که بمال من احد الجانبین و بعمل من الجانب الاخر. یعنی مضاربه یک شرطنامه است که شرطنامه شریکی با دو طرف می شود. یک طرف پول می دهد، مال می دهد و یک طرف دیگر همون مال را گرفته با همون تجارت می کند. یعنی کار و فعالیت از طرف دیگر است. یک نفر سرمایه گذار است، صاحب مال است و دیگر طرف صاحب کار، با همون مال تجارت می کند و با هم اتفاق می کند. خب آیا موافق شریعت اسلامی این درست است؟ بله. الله سبحانه و تعالی با یک چند آیت ها خرید و فروش را و همکاری کردن بین مسلمان ها را اجازت داده است و همچنین یک چند حدیث ها است که این معامله ما و شما را، مضاربه را، درست بودنش را، جایز بودنش را با یک چند شرط ها اجازت داده است. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از پیامبر شدنشان، ما و شما میدانیم که در تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم با مال خدیجه رضی الله عنها چیکار کردند؟ مضاربه کردند. با مال خدیجه به شام سفر کرده تجارت میکردند پیامبر صلی الله علیه و سلم. اینچنین بعد از پیامبر شدنشان صحابه ها با همین کار مشغول میشدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشان اجازت داده بودند. و یکی از همون حدیث ها حدیثی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کردند. پدرشان عباس رضی الله عنه تجارت میکردند، با تاجرا مال میدادند، مضاربه میکردند و با پیامبر صلی الله علیه و سلم، چنانه که امام بیهقی و امام طبرانی روایت کردند، عباس رضی الله عنه به تاجران مال میدادند و شرط میگذاشتند که به تاجر الا یسلک به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك فهو ضامن فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. یعنی عباس رضی الله عنه وقتی پول میدادند، مال میدادند، برای مضاربه شرط میگذاشتند، به صاحب کار، به تاجر شرط میگذاشتند، میگفتند که با طریق بحر سفر نکن و به وادی نفرا میگفتند. وادی را میدونیم که وادی بین دو کوه هست، شاید سیل میبیاید، از همین جهت میگفتند که به وادی نفرا و همچنین با این مال حیوانات را خرید و فروش نکن، با تجارت حیوانات مشغول نشو. اگر میگفتند اگر تو همین کارهای من گفته را کنی، آن کارهایی که من کردم آن را اجرا کنی، تو ضامن هستی. و این شرط ها را به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کردند، گفتند که یا رسول الله، من همین شرط ها را میگذارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشان اجازت دادند و این کارشان رو درست گفتند. و همچنین باز یک دلیل جایز بودن، ممکن بودن مضاربه، این اجماع است. یعنی اجماع صحابه، تمام صحابه، از عمر رضی الله عنه روایت شده است، از عثمان ابن عفان رضی الله عنه، از یک چند صحابه ها روایت شده است که آنها مضاربه میکردند و
همچنین تابعین تبع تابعین از تمام آنها روایت شده است که اجماع شده است که مضاربه چی است؟ جایز است. خوب، مضاربه 3 نوع شرط دارد. 3 نوع شرط. یکمش شرط هایی که به صاحب مال و صاحب کار، تاجری که با آن مال تجارت میکنند. دویمش مال، خودی مال و سومش فایده. یک چند شرط ها دارد. خب اولینش شرطی که به صاحب مال این را رب المال میگویند و در شریعت اسلامی، در فقه اسلامی رب المال میگویند و تاجر را مضارب میگویند. آنها باید عاقل باشند و به بلاغت رسیده باشند، انسان‌های مکلف باشند، ولی شرط نیست که مسلمان باشند. یعنی میتواند انسان مسلمان با یک کافر چیکار کند؟ مضاربه، تجارت کند. خب این شرط اساسی صاحب مال و صاحب کار، یعنی شرط های عقد کننده ها. دویمش شرط رأس المال، سرمایه، مالی که میگذارند. یکمش این که پول نقد باشد. شرط اولش پول نقد باشد. مثلا یک انسان بارش را میدهد و میگوید که با همین بار مضاربه کن، نمیشود. انسان باید پول نقد دهد. یا اینکه میگوید که همین بار را فروخته با پولش مضاربه کن. در این حالت درست است. همچنین بعضی که از شرط‌هایش چی است؟ مبلغ معین باشد، معلوم باشد. چقدر مبلغ میدهند برای مضاربه. باز یک شرط دیگرش این است که دوستان گرامی قرض نباشد. مال مضاربه قرض نباشد. مثلا یک نفر در یک نفر قرض داده است. مثلا میگوید که با همون قرضی که من به تو داده بودم مضاربه کن. نه، این جایز نیست. و باز یک شرط دیگرش این است که پول را باید سپرد. پول را اول پیشکی باید به صاحب کار، به آن نفری که تجارت میکند، آن پول را به او دهد. خب دوستان عزیز، اکنون بیایید شرط های فایده را. فایده چگونه می شود؟ اولین شرطش این است که فایدهش معلوم باشد. یعنی چقدر آن نفری که تجارت میکند چقدر میگیرد و صاحب مال چقدر میگیرد. بعضی نفرها میگویند که تجارت کن، خیلی از نوگش کمتر میگیری. در این حالت یعنی فایده نامعین می شود و مضاربه آنها باطل می شود. شرط دیگرش دوستان عزیز این است که باید با فایز تقسیم شود. یعنی مثلا من به یک نفر یک مقدار پول رو میدهم برای مضاربه، فایده بین من و همون تاجر باید با فایز تقسیم شود. 50% فایده برای من، 50% فایده برای او. یا اینکه 30% برای من، 70% برای او. یعنی با فایز نمی شود که مثلا تاجر گوید که من هر ماه به تو 5000 از فایده میدهم. اگر چنین گوید مضاربه ویران می شود و فاسد می شود. یعنی باید با فایز. مثلا بعضی نفرها میگویند که تو برای من برای مضاربه چیکار کن، یک مقدار مبلغ مال ده، من برای تو هر ماه مثلا 5000 یا 2000 یا 3000 میدهم. این معامله درست نیست. خب شرط دیگرش این است که در حالت خسارت، وقتی زیان میبینند از تجارت، بالای کی میشود؟ خسارت بالای بر ذمه صاحب مال میشود. صاحب مال با پولش میسوزد و آن نفری که زحمت کشید، تجارت کرد، دعوادعوی کرد، او بر مهنتی کرده اش میسوزد. مهنتی کرده اش را همچون خسارت میبیند. و اگر در جای ما یک چیز معروف است، میگویند که مضاربه شریکی است، هم در فایده و هم در زیان. یعنی وقتی زیان دیدن، زیان بین آنها تقسیم می شود. زیان یعنی با پول تقسیم نمی شود. پول بر ذمه کی است؟ بر ذمه صاحب مال است و شخصی که تجارت کرد، شخصی که مهنت کرد، اگر کوتاهی نکرده باشد، اگر یگان شرط ها را ویران کردگی نباشد، او تنها به مهنتی کرده اش می سوزد. بنابراین این را باید درست فهمیم. اگر زیان را بر بالای هر دوی آنها تقسیم کنند، در این حالت یعنی خسارت را بالای هر دوی آنها تقسیم کنند، در این حالت
مضاربه فاسد می شود و درست نیست. خلاصه این بود مختصرا برادران عزیز درباره مضاربه و شرط های مضاربه. با این شرط های ذکر کردمان ان شاء الله مضاربه درست است و اگر یکی از این شرط ها ویران شود مضاربه فاسد می شود. الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را همیشه به راه حلال موفق گرداند و به کسب حلال موفق گرداند و از راه حرام و از کسب حرام الله سبحانه و تعالی نگهبان باشد.